به صنعت 160,000 جریب زمین بلا قید و شرط در اختیار صنعتکارا و در اختیار وزارت صنعت و تجارت گذاشت. دقیق ارقام تقریبا 1,10,000 خلکو ته موږ په دې کال کې وظایف او کار مورد ایجاد کړی که همه این جمله به تعداد 77 پارک صنعتی ما داریم و ما تشویق کردیم تماما صنعتکارا را که برن به طرف تولید دوا و بیشتر از 570 قلم جنس در بخش های مختلف تولید داریم. ما تولیدات ناخالص 14.58 میلیارد دلار بود که الحمدلله فعلا به 17.3 میلیارد دلار آمریکایی رسیده است. حجم تجارتی 13 میلیارد دلار آمریکایی رسیده که نشان دهنده افزایش قدرت خرید افغانها می باشد. و در بخش صنعت افغانستان و در صنعت عموما به همه دوستان معلوم است که برنامه های بسیار مهم نهفته است. از جمله اشتغالزایی است که امروز نیازمندی مبرم مردم افغانستان است که مهاجرین ما سیلاسا از کشورهای همسایه پس دوباره داخل افغانستان میاند و به یک سرنوشتی که باید تعیین میشد و به یک سرنوشت انشالله همیشگی و دائمی در افغانستان به یک ثبات دائمی به امید پروردگار و به امید خداوند این یک دستاورد بسیار بزرگی است که امارت اسلامی انشالله در سالهای آینده به دست میاره. واقعیت آمدن مهاجرین ما هم یک معضله بزرگ است که سیلاسا میان و به اجبار اخراج میشن و هم راه حل به خاطر مردم افغانستان و خود افغانستان است که باید اتباع افغانستان از مشکلات، از تکلیف، از زندگی بی سرپناهی، زندگی که در گرمی و در سردی زندگی میکنند، مشکلاتی که روزگار پیشی رویشون روزگار بود، باید به هر حالتی که می باشد داخل افغانستان بیان و دوباره متوطن شوند و به یک زندگی عادی زندگیشان پیش ببرند. و این ما یگانه چیزی پیدا کردیم که صنعت افغانستان بود که به امید پروردگار در آینده متخصصینی که از بیرون میان، انجینرایی که از بیرون میان، کارمندایی که در بیرون بودند و یک حرفه و یک کسب کمال یاد گرفتین بیان در صنعت افغانستان مشغول شوند. کاهش وابستگی ها به واردات است. واردات ما کمتر میشه و همچنان افزایش صادرات و همچنان اسعار خارجی است که واقعیت یک بخش بسیار مهم از زندگی ما و شما است و به همه معلوم است که امروز صنعت افغانستان در 20 اقلامی که ما صادرات داشتیم، صنعت افغانستان دو الحمدلله 20 اقلام برتر صنعت افغانستان الحمدلله دو شامل شد. توسعه زیربناها و فناوری است، تحرک در سایر بخش‌های اقتصادی افغانستان است، افزایش توان دفاعی افغانستان مثل از این صدها موضوعاتی است که در صنعت نهفته است و این به همه دوستان معلوم است که خواب دیرینه تماما افغان ها است که باید افغانستان به طرف خودکفایی برسه و یگانه راهی که افغانستان به طرف خودکفایی میرسه و مردم افغانستان از واردات بیرویه، از اموال بیکیفیت و از برنامه هایی که از طرف بیرون بالای ما تحمیل میشد و از دور گوشه و همسایه ها تحمیل میشد، با امید پروردگار ما میتونیم که از طریق صنعت ایره ببریم به طرف خودکفایی و برسیم به طرف خودکفایی انشالله. در این موضوع الحمدلله پیشرفت‌های چشمگیری ما داریم، خدمت دوستای ارائه میکنیم. اولینشی بود که ما 1 سال 2 سال سر برنامه قانون صنعت ما زیاد کار کردیم، تمام متخصصین ما کار کرد، همچنان کمیسیون اقتصادی دی الحمدلله همراه ما خیلی فعال دست داشت و جناب شیخ صاحب محترم دی برنامه خاص توجه داشتند که قانون ساحات صنعتی به فضل مرحمت خداوند 6 ماه قبل و از طرف شیخ صاحب امیر المؤمنین توشیح شد و به دسترس تمام ملت قرار گرفت و در این عرصه یکی از برنامه هایی که ما داشتیم توزیع زمین بود که عملا الحمدلله آغاز شد. و همچنان برنامه مهمی که پیشترم در مقدمه خدمت همه دوستان یادآور شدم، موضوع آمدن سیلاسای مهاجرین بود که یک طرز العمل از طرف شیخ صاحب توشیح شد و از طرف کمیسیون عالی مهاجرین همچنان پیشنهاد بود. یم الحمدلله از طرف شیخ صاحب توشیح شد که در این برنامه های خاصی است به کسایی که تاجرایی که عودت کننده هستند و از طرف کشورهای همسایه و
کشورهای منطقه داخل افغانستان میرند، اتباع افغانستان هستند، مهاجرت بودند، سالها در صنعت و در تجارت مشغول بودند. امروز که پس به افغانستان آمدین، برازی بعضی مشوقه هاست و تخصیص بیش از 160,000 جریب زمین به صنعتکاران است که یک شاید در تاریخ افغانستان و حتی در کشورهای منطقه یک مرتبه به خودتان معلوم است که در موضوعات توزیع زمین و در موضوعاتی که زمین به اهلش داده شود، جناب شیخ صاحب امیرالمومنین در این موضوع خیلی حساس است. کوشش میکنه که کسی یک زمین امارتی را، زمین ملت غصب نکنند، به جبر نگیرند، به اکراه گرفته نشه، به طرف دشمنی ها کشانده نشه. در این موضوع به خودتان معلوم است که کمیته به خاطر غصب زمین، استرداد غصب زمین جور شده، در این توجه خاص داره. ولیکن به صنعت 160,000 جریب زمین بلا قید شرط در اختیار صنعتکارا و در اختیار وزارت صنعت و تجارت گذاشت که واقعا از پیششان ما تشکری میکنیم. در 4 طرف شهر کابل 2,000 جریب زمین خاص به صنعت و همچنان به خاطر سردخانه ها اختصاص داده است و همچنان 20,000 جریب زمین در ولایت ننگرهار، کندهار و بلخ است که به خودتان معلوم است که قطبه های اقتصادی افغانستان است، زون های افغانستان است. خواستیم از شیخ صاحب محترم که در این زون ها چون مردم هم توجه مردم هم زیاد است و از صنعتکاران هم زیاد است، باید یک شهرک‌های صنعتی بزرگ داشته باشیم و در ولایت هرات قبل از اینکه 160,000 جریب به دسترس ما قرار بگیره، 50,000 جریب در شهر هرات مختص ساختیم. الحمدلله کارهای نقشه و پلان و برنامه‌ریزیش تحت نظر والی صاحب محترم جریان داره و خوبی است که الحمدلله در 50,000 جریب پارک صنعتی که در شهر هرات انشاءالله که ما شروع میکنیم، در اینجا تقاطع ریل است که در این منطقه میه و گاز است در این منطقه، نزدیک شاید 10 یا 15 کیلومتریش باشه. همچنان خط تاپ است که یکی از پروژه های بزرگ منطقه است، یم از اینجا تیر میشه و بسیار موضوعات دیگه است که الحمدلله این 50,000 جریب زمین خاص جناب شیخ صاحب امیرالمومنین والی صاحب محترم و ما سر از توجه دادیم که انشاءالله در ضمن از اینکه دیگه پارک‌های صنعتی داریم، 50,000 جریب زمین خصوصا به صنایع بزرگ باید ما اینجا اختصاص بدیم و انشاءالله در اینجا ما یقین دارم که صدها هزار انسان در اینجا کار میفته و مسائل بیکاری از بین میره و در ضمنش 10,000 جریب زمین دیگه در ولایت قندوز که یک گنجایش خیلی بالا دارند انشاءالله در اینجا همچنان از طرف شیخ صاحب اختصاص داده شده و 1,000 جریب به تمام ولایت افغانستان، چون به خودتان معلوم است که هر ولایت مزایای خود، مواد خام خود داره و کسایی داره، متخصصینی داره که حتی ما میخواهیم که تنها تمرکز ما در شهرها و در زونها نباید باشه، تمرکز ما در ولایت هم باید باشه و همچنان از جمله تقریبا به وزارت صنعت و تجارت 100,000 جریب زمین به کوشش و به همت وزارت محترم زراعت، چون بانک زمین مربوط اراضی است و اراضی مربوط به وزارت محترم زراعت است، شب روز کوشش کردند تانستند که 100,000 جریب به وزارت صنعت و تجارت انتقال بدیم و دیگه بعد از این که زمین هایی که هستند ما یقین دارم انشالله در جریان این سال انشالله به وزارت صنعت و تجارت در اختیار گذاشته میشه و ما میریم به طرف از اینکه انشالله بریم پارک‌های صنعتی را آباد بسازیم و آماده تقسیم بسازیم. و از این جمله در ظرف چند ماهی که هم زمین در اختیار ما گذاشته شد و همچنان به فضل مرحمت خداوند قانون صنعت از طرف شیخ صاحب محترم توشیح شد، ما تانستیم که 150 صنعتکار زمین توزیع کنیم که عملا تماما مراحلش با کمیته و با امو شفافیتی که داره از طرف ما پیشنهاد شود و از طرف شیخ صاحب محترم تایید شود و پس برای ما رسید و در اختیار صنعتکارا گذاشته شد. این تقریبا 500 جریب زمین است به شرایط بسیار آسان، به قسط 7 ساله و به قیمت بسیار نازل و کم در اختیار صنعتکار گذاشته شده و ناگفته نمانه که تعداد زیادی از صنعتکارای ما است الحمدلله در لیست هستند که میخواهند که از پیش ما زمین بگیرند و ما یقین داریم هدفهایی را که بعدا تعیین کردیم انشالله
در این هدف به امید خداوند به امید پروردگار ان شاء الله میتونیم که همین کسایی که در لیست هستند یا همه در اختیارشون زمین بگذاریم. و همچنان یک بخش مهمی که اینجا مسئولین هم حضور دارند، تقریبا در حدود 40 جریب زمین و صنعتکارایی که عودت کننده است آمدین، از پاکستان آمدن، از ایران آمدن و بعضی تکنولوژی ها و صنعت دانشبینیان آوردین در افغانستان. و واقعیت یکی از شرکت ها در یک نمایش ما رفتم خودم دیدیم لباس های زنانه را تولید میکرد که در حدود پرسان کردم از پیششان 200 نفر در کار گرفتگی است و در کار مشغول ساخته. یک بخش بسیار مهم بود. الحمدلله من یقین دارم که با آمدن مهاجرین واقعیت مشکلات به تغییرات منطقه و به تغییرات جغرافی است، ولیکن به افغانستان خیلی صنعتکارایی که افغانستان میان خیلی مفید ثابت میشن. یک تجربه نو میاد، یک تکنولوژی نو میاد، یک ظرفیت نو میاد، یک ان شاء الله یک تعلیم نو میاد که همه این جمله به تعداد 77 پارک صنعتی ما داریم. در کل افغانستان 77 پارک صنعتی داریم. 13 پارک صنعتی ما فعال است. 31 پارک صنعتی ما تحت کار است و 15 پارک پلان شده داریم و همچنان 10 پارک پیشنهاد شده و 8 پارک دیگه هم انشالله شناسایی شده که از طرف مسئولین و متخصصین با امید خداوند یا انشالله که تحت کار هستند شناسایی شدین. تمام مسائل محیط زیست و همه چیز در مد نظر گرفته من یقین دارم که انشالله که به زودترین فرصت در دسترس صنعتکارای ما قرار میگیره. و همچنان بعد از یکی از برنامه هایی که وزارت صنعت و تجارت داره توزیع جوازنامه هاست یا جوازهای شرکت است که تماما شرکت های افغانستان بخش خصوصی سکتور خصوصی افغانستان جوازش از وزارت صنعت و تجارت از بخش ثبت مرکزی و مالکیت های فکری میگیرند و تقریبا در سال گذشته یا سالی را که ما گزارش میدیم مجموعاً جوازهای توزیع شده 20806 جواز است. تعداد فابریکه های فعال در حدود 6500 رسیدند. 1500 شرکت دیگه جدید تأسیس و فابریکه های جدید داریم. الحمدلله که این به تمام ملت خوشخبری است که تعدادی از ملت ما را از جوانای ما را در کار مشغول ساختین و ما رفتیم از چند قلم محدودی که بود به طرف خودکفایی رفتیم یا همه ایش دیگه انشاءالله بحث میشه. تنها در بخش ادویه به خودتان معلوم است که باید دوای افغانستان در داخل کشور باید تولید شود. به خاطر از اینکه به خودتان معلوم است وقتی که از جای دور میاد گرم است، هوا سرد است، کم از کم 1 ماه تا 3 ماه در بر میگیره که از یک کشور یک کانتینر بیاد داخل افغانستان شود، چون راه طولانی است، همچنان سفر کشتی داره، بعد سفر ریل داره، بعد ترانسپورت داره، بعد بندر، بعضی احیان در بعضی از بنادر ما مدت طولانی به خاطر تثبیت کیفیت از این ما مجبور هستیم که ما تست بکنیم و همین میشه که در بعضی احیان کیفیت یک دوای ما پایان میاد و ما تشویق کردیم تماما صنعتکارا را که برن به طرف تولید دوا در خود افغانستان، به خاطر کیفیت از ما میتونیم کنترل بکنیم، کمیتش را میتونیم کنترل بکنیم و بیشتر از 570 قلم جنس در بخش های مختلف تولید داریم ما که در حدود 130 قلم جنس به ظرفیت خودکفایی رسیده و همچنان در حدود 100 قلم به ظرفیت نیمه خودکفایی رسیدیم. صنعتکارای ما با وزارت اقتصاد که برنامه کمک‌های مهاجرین به عهده داره و با ما تعهد کردند که ما هر کسی که بیا، هر فابریکه‌ای که اگر سابقه هم هستیم جدید هم هستیم، ما میتونیم که از مهاجرینی که داخل افغانستان میاد همگی بشنوه با ما مراجعه میکنند، با وزارت محترم کار امور اجتماعیات مراجعه میکنند، ان شاء الله که در هر برنامه صنعتی گرفته میشن. و بعضی تفاهم نامه داشتیم امرای مؤسسات که تقریبا 85 پروژه بود، 28 ولایت افغانستان بود و در حدود بالاتر از 50 میلیون دلار بود که ایجاد اشتغال برای موقت، دائمی و نیمه دائمی تقریبا به 142,000 مستقیم جای کار پیدا شد الحمدلله و آماده به کار شدند.
ماشین آلات جدید داخل افغانستان ساختیم. 1176 پای ماشین و مواد خام در حدود 2,700,000 متریک تن به صنعتکارای ما در اختیار صنعتکارای ما مواد خام دادیم. برنامه‌ای را که ما خواستیم که به ملت پیشنهاد بکنیم و حمایت بکنیم از او بخش صنعت است و ما گفتیم که انشالله در افغانستان انقلاب صنعتی را به امید پروردگار ما انشالله میاریم. در 34 سکتور ما تعرفه اموال مشابه را بالا ساختیم و این به شکل از این است که هر سکتور ما که خودکفا میشه یا نزدیک به خودکفا می باشه، به خاطر اینکه بالای ملت و بالای خریدار ما زیاد توان نشوه. از جمله مثال در روزهای اول ما زیاد حمایت کردیم، وزارت محترم زراعت حمایت کرد، بخش پرنده پروری یا مرغداری افغانستان بیروی از کشورهای همسایه می آمد، مریض می آمد، خراب می آمد یا کشتیش می آمد. حتی از برازیل شاید فاصله ای که بین افغانستان و برازیل است از 25,000 کیلومتر هوایی زیادتر باشه، از اوجا ذبح شده پرنده می آمد در داخل افغانستان در یخچالات در چند روزی که جمعی رسید بعد به مردم داده می شد. ذبح از او چه رقم بود، به چه شکل بود و این را داخل افغانستان ما الحمدلله مکمل حمایت کردیم و در 34 سکتور حمایت شده و در این تقریبا الحمدلله به خودکفایی رسیده هستیم. و در بخش تجارت است انشالله بیشتر از در 100 کشور دنیا ما تجارت داریم، اگر کم از اضافه است. کله چې اسلامي امارت پیل وکړ نو 14.1 میلیارډ ډالر نه دوی شروع وکړل. اوس الحمدلله موږ او تاسو 11.3 میلیارډ ډالر موږ خپل ناخالص ملي تولیدات لرو. فعلي کال زموږ او تاسو وده چې دا هغه 2.1 سلنه وه. البته دا هغه ریل جی ډي پي ګروت ده، حقیقي وده ده. خو د همدې ترڅنګ زموږ او ستاسو نامینل جی ډي پي ګروت چې دغه کالو دا تقریبا 13 سلنه و، یعنې دا الحمدلله ډېر غټه وده ده چې موږ یې کوو. په دې کې د صنعت برخه چې وه زموږ او ستاسو د صنعت برخه وده 2.6 سلنه وه، که څه هم ډېر شیان لا په دغه کې نه دي ځای پر ځای شوي ځکه چې زموږ د صنعتي ساحو قانون دغه کال باندې منظور شو. نو طبعا انشاءالله په دې فعلي کال کې به تاسو د صنعت وده ډېره زیاته برخه کې وګورئ. د دې ترڅنګ عمومي د سیمې د جی ډي پي وده چې وه هغه ټوټل 4.6 شاوخوا وه. نو زموږ 2.7 تقریبا یو مناسب پرمختګ و. بل باس وزیر صاحب د 100,000 شاوخوا د جاب کریشن وکړ. نو په دې کې لکه څنګه چې وزیر صاحب په خپلو بیاناتو کې وویل موږ 6,113 جوازونه ورکړي. په هغې کې غټ فابریکې تقریبا 1.5 شاوخوا فابریکو ته موږ جوازونه ورکړي، اقلا تقریبا ځمکې ورته هم توضیح شوي دي. او چې کوم د منځنۍ کچې دي 1463 فابریکو ته موږ جوازونه ورکړي دي. همداراز ایسیمیز چې موږ تاسو کوچنی دغه ورته وایو، متوسط ورته وایو، دا کوچکترین ورته وایو، هغې لپاره تقریبا 4515 جوازونه توضیح شوي. نو زمونږ ارقام دقیق ارقام تقریبا 1,07,000 خلکو ته موږ په دې کال کې وظایف او کار مورته ایجاد کړی. بل بخش وزیر صاحب محترم د مهاجرینو په بخش باندې خبرې وکړلې. مهاجرینو لپاره کم امتیازات چې موږ په نظر کې لرو، معافیات مالی 15 کاله، همداراز د هغوی لپاره 2 موټرې که هغوی ځان سره راوړي هغه د ګمرک نه ورته هغه معافیت ورته ورکول کیږي. توزیع زمین در پارکای صنعتي د ځمکې پیسې ترې نه اخیستل کیږي، البته زیربنا پیسې ترې بیا په 2 کلو کې اخیستل کیږي. د هغې کارمندانو ته ویزې ورکول کیږي او هغوی نورو اداراتو ته هم د تسهیل لپاره معرفي کیږي. همداراز وزیر صاحب محترم د حجم تجارت په اړه باندې بحث وکړه. زموږ او ستاسو تجارتي حجم تقریبا دا ځلې تر 20 سلنه شاوخوا دا لوړ تللی دی. دا خپله په مملکت کې د اقتصادي فعالیتونو، ساختمانی چارو، صنعتي چارو، په مملکت کې د شغل ایجاد، په مملکت کې د استحکام او د ثبات په دې باندې سره بحث کوي. و ترانزیت است افغانستان دوام میکنه که مرکز ترانزیت است و منطقه ای است که مهمترین بخشی از ترانزیت شمال و جنوب و شرق و غرب پیوست میکنه. موضوعات بیارای امرای چین است در بحث هستیم و موضوعات دیگه که از طریق آسیای میانه است به آسیای جنوب است. میخواین روسیه یک مقدار حجم بسیار بزرگی از تولیدات خود به کشورهای همسایه برسانند. ما تقریبا از کشور مبدأ 43 کشور است که به مقصد 21 کشور اموال روان کردیم و افغانستان این تسهیلات به
43 کشور 21 کشور الحمدلله فراهم ساخت و امروز مرکز است و تقریبا در حدود 8 میلیون تن از خاک افغانستان ترانزیت شده. بخش مواد سوخت است، تیل است، گاز است و همچنان شاید شکر است و بعضی چیزهای دیگه که با آسیای میانه بوده همین شکل است، روغن است و تماما اموالی که به کشورهای آسیای میانه یا از آسیای میانه به دیگه طرف تقریبا در حدود 8 میلیون تن است. تحصیلات در بخش ترانزیت همچنان پاکستان است، ایران است و همچنان بخش بسیار مهمی که از خط ریل افغانستان امروز شروع شده الحمدلله هم از طریق مزار در دورایی حیرتان یک مرکز بسیار خوب جور شده، اگرچه انشالله دیگه برنامه‌ایش هم زیر کار است و تماما واردات از طریق اکثر واردات ما از طریق خط ریل میشه، سهولت است، قیمت ها پایان است و صادرات ما را الحمدلله ما از طریق خط ریل شروع کردیم. به امید خدا این را آسته آسته داریم که اضافه میکنیم انشالله و همچنان از خاف هرات برنامه شروع شده ای است. آمار در دست انشالله دوستا هستند میخواین شریک بسازند و سفرهای بسیار مهمی که به خاطر تجارت، به خاطر ترانزیت، به خاطر موضوعات بازاریابی به اقلام صادراتی افغانستان داشتیم در کشور روسیه، چین، ترکیه، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ایران. یک چیز بسیار مهم خدمت همه دوستا یادآور میشم، اگر به خودتان معلوم بوده باشه که زمان اگر سرحدهای ما بند میشد خود طبعا یک کشور متضرر است، مشکلات خدا در 50 سال ما مشکلات داشتیم، ما گفته نمیتونیم که در 2 سال 3 سال حل میشه، ولیکن قیمت ها خیلی بالا میرفت، سرسام‌آور بالا میرفت. به خودتان معلوم است که این دمی 4 سال الحمدلله هیچ گونه تغییراتی در قیمت ما نامد، خصوصا در قیمت مواد اولیه‌ای که ما نیازمندی ملت مردم افغانستان داریم، قیمت ها هیچ پان بالا نشد و به هیچ کسی ما فعلا وابستگی نداریم. تماما بنادر ما باز است، تماما کشورهای دور نزدیک همسایه ما الحمدلله تعامل بسیار خوب دارند با ما. برگزاری نمایشگاه ما داخلی تقریبا 27 بوده که در تمام کوشش کردیم در تمام ولایت، بعضی جا نتونستیم، دورتر بود، مشکلات داشت، ولی در اکثر ولایت ها به سطح خود افغانستان ما الحمدلله نمایش‌ها را داشتیم و نمایشگاه منطقه‌ای و بین المللی تقریبا خودم هم در بعضیش حضور داشتیم. در 17 کشور ما سکتور خصوصی افغانستان از سهولت آوردیم که در نمایشگاه شریک بسازند و همچنان موافقت نامه، تفاهم نامه، مینوت جلسه، نقشه را تقریبا در حدود 16 برنامه داشتیم امرای دور پیش همسایه ها و انشالله این 4 سالی که زحمت کشیدیم دیگه توافق نامه هاست، دیگه برنامه هاست، هم در بخش تجارت، هم در بخش ترانزیت و هم در بخش سرمایه گذاری انشالله که اعلان میشه و توافق میشه به شمول مثل کشور روسیه. فعلا در توافق نامه ما سرمایه گذاری کار داریم که هم آسان می سازیم، هم بعد به افغان ها هم بعد وقتی که سرمایه گذاری در روسیه میکنن یا روسا در افغانستان میکنن یک شرایط خاص باشه و اقلا یک موضوعی باشه که سرمایه گذاریشون باید محفوظ باشه. ایجاد مرکز صادراتی برای سهولت در 6 زون پیشترم یادآور شدیم. صادرات ما در 6 زون بعد پیکینگ و بسته‌بندیش آماده شود. تیر کال قریب 1100 سرمایه گذاران افغانستان ترغلي دي او د نورو کلو په نسبت باندې چې په نورو کلو کې 15 شرکتونه دلته سرمایه گذاري کړې و راغلي و او تیر کال قریب 100 شرکتونه په افغانستان کې شرکتونه خلاص کړي دي او سرمایه گذاري کړې ده، یعنی قریب 2 چنده ده پیشرفت ښیي. همدارنګه قریب د زرو په شاوخوا کې افغانستان ته متخصصین، انجینران، ډاکټران مختلفو فابریکو، مختلفو شفاخانو ته راغلي دي چې دا هم د تېرو کلونو په پرتله باندې یو پیشرفت دی. د نورو کلونو په نسبت باندې الحمدلله تېر کال په افغانستان کې زیاته سرمایه گذاري جلب شوې ده او جذب شوې ده چې تېر کال قریب 28 میلیارده افغانۍ صرف د صنعت د وزارت صنعت و تجارت خانه په افغانستان کې سرمایه گذاري جذب شوې ده، نه د ټول افغانستان په اساس باندې ارقام، دا صرف د افغانستان د صنعت او د تجارت هغه ارقام دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري په صنعتي بخشونو کې
شوی ده و عملا کار روان شوی ده. د دې په اساس باندې که وزیر صاحب چې وویل، وزیر صاحب محترم قریب د 1 لک شاوخوا کې افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه برابر شوی ده. 13 پارک صنعتی را میخواهیم که فعال بسازیم که بسیار یک بخش مهم است و این ما تقسیم 3 میسازیم. در 3 سال هر یک صنعت انشالله فعال میشه و تولید آغاز میکنه و از این انشالله ما هدفی که ما داریم 500 میلیون دلار جلب سرمایه گذار قیم ما خواستیم مقایسه کنیم. آغاز و ساخت و ساز مراکز صادراتی است، در 6 زون از شروع میشه. انشالله نقشه و پلانش در روزهای نزدیک خلاص شد، میریم به طرف داوطلبی میدیم که انشالله کارش شروع شه. آغاز ساخت و ساز مراکز تشبثات است در ولایت است. انشالله اگر در اختیار ما زمین ها گذاشته شه، انشالله بودجه و چیزایش مد نظر گرفته شده، انشالله که شروع میشه. ایجاد مراکز تجارتی در 5 کشور است. پیشروی ما است اگر از 5 کشور 2 کشور هم ما مرکز تجارتی داشته باشیم و صادرات افغانستان خیلی کمک میکنه. کمپلکس های بنادر است، انشالله در 12 بندر است. ما کوشش داریم که اگر تا 3 بنادر ما کمپلکس ها انشالله با امید پروردگار اگر امکان داشته باشه ما ساخت سازش مکمل بسازیم. برگزاری 52 نمایشگاه ملی و بین المللی است. هدف گرفتیم انشالله. ما یقین دارم اگر ما 80% از ایرم هدف گرفتیم و اگر 80% از ایرم ما برسانیم انشالله یک دستاورد بسیار خوب است. و همچنان معرفی لوگوی افغانستان است در مارکت جهانی. اگر ما بتانیم برندسازی و لوگوی افغانستان مشهور بسازیم در تمام جا، وقتی که لوگوی افغانستان دیده میشه بعد به این قدر چک بررسی بسیار زیاد به صادرات افغانستان نیازمندی پیدا نمیکنه. آغاز پروژه مرکز نمایش قرار داریم که انشالله پیش رو داشته باشیم. یک مرکز نمایشگاه در داخل کابل جای خوب است. یک 40 جریب زمین داریم، مرکز نمایش است. اگر رضای پروردگار باشه تمام تدارکاتش دیده شده، انشالله کوشش میکنیم که گری آغاز شده. و یک پروژه کمپلکس سکتور خصوصی را میخوایم. تمام سکتور خصوصی دفاترشان اگر اتحادیه است، اگر اتاق ها است، اگر اتاق های بین افغانستان و کشورهای دیگه است، باید یک مرکز مجهز داشته باشند. ثبت مرکزی را میخوایم دو نقل بدیم. آسانسازی راه چابهار است، ارزان و آسان.